بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه را مشاهده می کنید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی برخوردار و بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بار دیگر مهمان شما عزیزان و بزرگواران هستیم. به اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح نیز عرض سلام و ادب دارم و به ایشان و استودیو خوش آمد میگم. جناب استاد خوش آمدید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد عزیز و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستن عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد بزرگوار. خوب بینندگان عزیز و گرامی، موضوع مورد بحثمان که در ارتباط به وقوع تحریف در تورات هست یا تحریف تورات همچنان ادامه دارد و در برنامه گذشته به 3 مورد از مثالهای وقوع تحریف در تورات اشاره شد که مورد اولی البته اختلاف در تعداد اسفار بود. میبینیم که ما 3 نسخه داریم، یک نسخه عبرانی، نسخه یونانی و هم نسخه سامریه. نسخه عبرانی دارای 39 صفر هست و نسخه یونانی 46 صفر و نسخه سامریه یا سامری دارای 5 صفر. ببینید در میان این 3 نسخه در برنامه گذشته تذکر دادیم که اختلاف است در اسفار، یک 39 صفر، دیگر 46 صفر و نسخه سامریه 5 صفر که در بس اوقات صفر یوشع نیز به آن می افزایند. و مورد دیگری که در برنامه گذشته ذکر شد اختلاف و تفاوت در معلومات وارده در میان نسخه های سگانه، نسخه عبرانی و نسخه یونانی و نسخه سامری است. به طور مثال در برنامه گذشته ذکر شد که عمر آدم علیه السلام در نسخه عبرانی 130 سال خوانده شده و در نسخه سامری هم 130 سال و در نسخه یونانی 230 سال، یعنی 100 سال در نسخه یونانی افزوده شده و همچنین سن و سال و عمر شیس علیه السلام در نسخه عبرانی 105 و در نسخه سامری هم 105 و در نسخه یونانی 200 یا 205 سال تذکر داده شده. و مورد بعدی اختلاف معلومات در بین اسفار و فقره های یک نسخه است. به طور مثلا در برنامه گذشته گفتیم که در باب 6 سفر پیدایش یا تکوین گفته شده است که نوح علیه السلام هنگام طوفان 1 جفت از هر زیروح را در کشتی با خود حمل کرد و در سفر تکوین باب 7 فقره 2 و 3 گفته شده که نوح علیه السلام از هر زیروح 7 جفت با خود در کشتی حمل کرد.
خب عزیزان گرامی، حالا میپردازیم به مورد بعدی که یکی دیگر از موارد وقوع تحریف در تورات است که البته مورد اضافات است و زیاداتی که به دروغ به موسی علیه السلام نسبت دادن و همچنین به صفات الله تعالی در تورات تحریف شده اشاره خواهیم کرد و همچنین به اوصاف انبیا که یکی دیگر از مثالهای وقوع تحریف در تورات است. ما از خلال این مواردی که ذکر میشه به خوبی به این نقطه میرسیم، یعنی به صورت خیلی ها سرس و روان به این نقطه میرسیم که واقعا این توراتی که وجود داره، این توراتی که به موسی علیه السلام از نزد پروردگار فرستاده شده و وحی شده آن نسخه نیست. در حالی که گفتیم که اتباع و گروه هایی که به نسخه های سیگانه یونانی و عبرانی و سامری اعتقاد دارن، هر کدام نسخه خود را نسخه وحی شده بر موسی علیه السلام میدانند، اما حاشا و کلا این دروغ بیش نیست. جناب استاد، از سه مورد که در برنامه گذشته بگذاریم میرسیم به مورد چهارم که البته بحث زیادات و اضافاتی است که در تورات به دروغ به موسی علیه السلام نسبت داده شده، در حالی که موسی اصلا چنین حرفی را نزد. بله، بدون شک جناب استاد، حقیقت امری است که در تورات همچنان که شما هم اشاره کردین در مقدمه و گذرای داشتین بر برنامه‌های گذشته، ما برخی از مواردی که بیان کردین که دلالت صریحی بر این داره که این کتاب یعنی تورات در حقیقت تحریف شده و دست خورده. یکی از جمله این دست خورده ها اینه که در این تورات زیادات و اضافات شده. یعنی اینکه برخی از چیزهایی به این کتاب افزوده شده. به عنوان مثال اگر شما کتاب مقدس و به خصوص عهد عتیق و به خصوص تورات یعنی اسفار پنجگانه تورات را ببینین، از سفر پیدایش شروع بکنین، سفر خروج را ببینین، سفر لاویان را ببینین، سفر اعداد را ببینین، سفر تثنیه را ببینین، هر 5 تا اینها، هر کدام از اینها وقتی شما میبینین که در لابلای این میگه خدا برای موسی گفت، موسی برای خدا گفت و دستوراتی که گویا خدا برای موسی گفت، موسی برای خدا چونین گفت و از این قبیل حرفا زیاد میبینین شما در این در کل به صورت کلی بگین در تورات. بله. و از این معلوم میشه که این کلام نه کلام الله هست و نه کلام موسی، یعنی بعد از موسی نوشته شده و حقیقت امریه که موسی علیه السلام آنچه که به دست خود نوشته، آنچه که موسی علیه السلام آن را املا کرده، اون نیست، این تورات اون نیست. اگر میبود اینجوری نمینوشت که موسی برای خدا گفت، خدا برای موسی گفت، یعنی گویا که حکایت میکنه از گذشته، گویا این که حکایت میکنه از گذشته. جالبتر در این کتاب جناب استاد شما میبینین که در سفر تثنیه، مثلا در سفر تثنیه که یکی از ابواب یا بگین یکی از اسفار پنجگانه تورات هست و عهد قدیم هست، شما میبینین که در اونجا میآید داستان وفات حضرت موسی و چگونگی دفن حضرت موسی و اینکه بعد از وفات حضرت موسی چی اتفاقی میفته رو نقل میکنه. این واقعا خیلی جالبه. جناب استاد این کتاب مقدس هست، پیشم هست، اگر دوستان لطف کنن که سفر تثنیه را. البته ما اینجا جناب استاد حرف میزنیم، حرف ما تنها این حرف نیست که فقط بیایم چند سخن را پی هم ردیف کنیم و بگذاریم، نه، اینجا کتاب مقدس که یهود و نصارا بهش اعتقاد دارن اینجا نزد شما گذاشته است و بیننده های عزیز میتونن ببینن. بفرمایید جناب استاد این کتاب مقدسه، همچنان که در برنامه‌های گذشته هم نشان دادین، اگر دوستان لطف کنن این کتاب رو نشان بدن. این کتاب مقدس، ترجمه تفسیری کتاب مقدس که معتبره دیگه در نزد یهود و نصارا. به هر حال ما گفتیم در موردش بارها هم صحبت کردیم. حالا شما در این کتاب جناب استاد ببینین، این هم باز هم نشان بدون که حقیقتا همان مشخصات کتاب هست. میان جناب استاد در صفحه 208 این کتاب که سفر تثنیه هست، آخرین باب از سفر تثنیه، یعنی باب 34. بنده اینجا را نشانه گذاری کردم، دوستان میتونن که ببینن. اینجا رو جناب استاد دقت بکنین. اصلا خود باب را نامگذاری کرده، باب 34 نامگذاری کرده به مرگ موسی. بله. حکایت مرگ و دفن موسی تعجب است. خیلی جالبه.
اینجا میه در آیت 5 یا فقره 5 میگه بنابراین موسی خدمتگزار خداوند چنان که خداوند گفته بود. این بالا میگه چنانچه خداوند گفته بود در سرزمین موآب درگذشت. داستان مرگ حضرت موسی. خداوند او را در دره نزدیک بیت فغور در سرزمین موآب دفن نمود، ولی تا به امروز هیچ کس مکان دفن او را نمیداند. خوب دقت کنین شما، این میگن که کتابیه که از جانب الله بر موسی علیه السلام فرستاده شده جناب استاد. یعنی موسی مرد و را الله دفن کرد، فوت کرد، الله او را دفن کرد و بعد هم تا حالا مکان دفن او را کسی نمیدانه. مگر ممکن حضرت موسی این را نوشته باشه و گفته باشه؟ شاید دوباره زنده شده باشه. عجیبه جناب استاد. بعد در ادامه میگه در فقره 7 یا آیه 7 میگه که موسی هنگام مرگ 120 سال داشت. یعنی چی؟ آیا این ممکنه کلام الله باشه یا کلام خود حضرت موسی باشه؟ تورات کتابی که بر موسی نازل شده، چگونه ممکنه که حضرت موسی این حرف را زده باشه؟ غیر ممکنه. با وجود این هنوز نیرومند بود و چشمانش به خوبی میدید. در آیه 8 قوم اسرائیل 30 روز در دشت‌های موآب برای او عزاداری کردند. ماشاءالله. یعنی شما تصور بکنید جناب استاد، چگونه میشه که ممکن باشه که این کلام الله باشه و این کلام موسی علیه السلام حتی باشه، حتی بعد از 1 ماه بعد از موسی علیه السلام نقل میکنه و بعدا میایه که مردم اسرائیل به طرف یوشع ابن نون رفتن و بعدا او جانشین موسی علیه السلام شد و چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. در همین باب در ادامهش میایه مفصل توضیح میده که حالا وقتش نیست. حالا جناب استاد شما دقت بکنین در این نکته. از یک جهت این نکته را به ذهن خود داشته باشین که ادعا میشه که این کتاب ما خب یعنی در اصل ما مسلمان ها عقیده و باور ما بر این است که تورات بر موسی علیه السلام نازل شده و فرستاده شده. الله متعال او را برای موسی کتاب هدایت و نور فرستاده. اما ما معتقدیم که این کتاب اون توراتی که الله بر موسی فرستاده نیست، چنانچه ما در تاریخش گفتیم که اصلا اون وجود نداره. بله. و گفتیم که یعنی نسخه‌ای که از تورات فعلا عرض میشه و در دید مردم قرار داده میشه، نسخه‌ای است که تقریباً یعنی صدها سال میشه گفت، تقریباً 10-12 قرن بعد از موسی علیه السلام نوشته شده. خب جناب استاد شما از یک جهت این رو تصور کنین که یک یهودی، یک نصرانی میگه که این کتاب بر موسی علیه السلام نازل شده. این یک نکته. این کتاب را میگه. بله. تورات اصلی نه. این کتاب را میگه که بر موسی علیه السلام نازل شده. از جهت دیگه میایم همین سوال را ما برای یهودی ها و نصرانی ها طرح میکنیم. چگونه ممکن است که همچون حرفی حضرت موسی علیه السلام چنانچه خودشان هم در این کتاب درج کردن، یعنی در عهد قدیم به صورت کلی و ملحقات تورات درج کردن که موسی علیه السلام هم این کتاب را نوشت و داخل صندوق کرد که ما قبلا در این مورد صحبت کردیم. چگونه ممکنه که حضرت موسی علیه السلام این حرف را زده باشه که والله موسی علیه السلام فوت کرد و بعد اون را در منطقه بیت فغور را بردند و اونجا الله او را برد و دفن کرد و مکان دفنش تا حالا معلوم نیست و 120 سال عمر داشته و چشمهایش میدیده و تا اون وقت هنوز ضعیف نشده بود و توانمند بوده و قوی بوده و از جهت دیگه اسرائیل یا قوم موسی علیه السلام 30 روز را برایش عزاداری کردن. مگر ممکنه همچون حرفی حضرت موسی علیه السلام زده باشه، آن هم بعد از مرگ خود را بگه که بعد از مرگ این هم یعنی به صیغه حکایت، یعنی با الفاظ حکایت میگه، خبر هم نمیده که این کار اتفاق میفته، حکایت میکنه که این کار اتفاق افتاد که این تفاوته. پس بنابراین جناب استاد نشانگر بسیار قوی هست و ما قبلا هم گفتیم که از این قبیل زیاده. این را به عنوان نمونه میگیم. به عنوان نمونه میگین که مثلا میگه الله گفت، الله به موسی گفت، موسی به الله گفت و از این قبیل حرفها در کتاب مقدس یا در عهد قدیم یا به خصوص در تورات شما به وفور میبینید و این دلالت صریحی داره که این کتاب دستکاری شده، اضافات شده، کم و زیاد شده بدون شک. واقعا چنانه که ضرب المثل مشهور عربی میگه اصحاب العقول فی راحه. کسی که صاحب خرد باشه، صاحب عقل باشه، از عقل و خرد بهره‌مند باشه واقعا راحت است، وگرنه کدام عقل و کدام منطق سلیم این را میپذیره که یک فرد عادی باشه، مرده باشه و بعد از مرگ شکایت مرگش هم نوشته باشه. بله. و اون هم این میشه که یک کتاب افسانه، یک کتاب تاریخی، یک شعر به عنوان یک حکایت، یک تاریخ مطرح شود، اما به عنوان اینکه
نص و متن کلام الله باشه و به موسی علیه السلام از طرف الله وحی شده باشه محال است و به دور از عقل است. خب میریم به مورد بعدی جناب استاد، البته به صفاتی که به الله تعالی گویا در توراتی که به موسی علیه السلام نازل شده. آیا خب ما میبینیم، حالا ما نمیخوام حکم کنم، ما در خلال البته بررسی که شما میبینیم الله تعالی دارای صفات کمال مطلق است و بدون تردید که موسی علیه السلام صفاتی را که الله تعالی خودش به موسی وحی کرده بود او را به بنی اسرائیل تعلیم داده و آموزش داده. بله. اما متاسفانه در توراتی که فعلا ما میبینیم، توراتی که در دسترس ما قرار داره، صفاتی را به الله جل جلاله و به الله تعالی نسبت دادن که محال است که یک عقل سلیم اون را بپذیره. عقل سلیم. خب میپردازیم، البته فکر کنم به چند مورد و چند مثال اکتفا میکنیم چون خیلی بحث طولانی است. به چند صفت اگر اشاره کنیم که چه صفاتی را در این کتاب، در این 5 سفر اول عهد عتیق چه صفاتی را به الله تعالی نسبت دادن که عقل سلیم از پذیرش آن و از قبول کردن آن ابا می‌ورزد. جناب استاد، همچنان که شما هم اشاره کردین، متاسفانه باید بگین که در این کتاب یعنی در تورات صفاتی را به الله متعال نسبت میده که شایسته الله نیست. بله. الله سبحانه و تعالی خالق آسمان ها و زمین و انسان ها و کل آنچه که در دنیا و ما فیها وجود داره اون خالق اون هست. چگونه ممکنه که همچون صفاتی به الله سبحانه و تعالی نسبت داده بشه؟ به عنوان مثال شما در کتاب مقدس هم در سفر پیدایش و هم در سفر خروج میبینید که در دو جای الله متعال سبحانه و تعالی را نسبت میدن به این که الله گویا خسته شده، الله به او خستگی دست داده. مثلا در سفر پیدایش جناب استاد اینجا اگر دوستان عزیز نشان بدن، سفر پیدایش باب دوم، سفر پیدایش باب دوم، اگر دوستان عزیز اینجا رو داشته باشن، میگه که سفر دوم آیه اول شروع میشه یا فقره اول شروع میشه، میگه به این ترتیب آسمان ها و زمین و هر چی در آنها بود تکمیل گردید. این یک. میگه با فرا رسیدن روز هفتم خدا کار آفرینش را تمام کرده است و دست از کار کشید. آیه سوم، خداوند روز هفتم را برکت داده آن را مقدس اعلام فرمود، زیرا روزی بود که خدا پس از پایان کار آفرینش آرام گرفت. یعنی الله متعال دیگه اینجا آرام گرفت، خسته شده بود، آرام گرفت. استغفر الله. اگر اجازه بدید من اینجا نص متن عربیش هم فیزم است که این خود ترجمه فارسی است که تقریبا متن عربی و فارسیش هم عین متن است. و فرغ الله فی اليوم السابع من عمله، در روز هفتم از کارش فارغ شد. من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. بله. يعني عيني باز آیه بعدیش هم که شما میگین فقری بعدیش، لانه في 6 ایام صنع الرب السماء والارض وفي اليوم السابع استراح وتنفس. بله. این واقعا عجیبه جناب استاد. بعد میگه که اینجا میگه که الله متعال آرام گرفت. و در سفر خروج جناب استاد یعنی همان خستگی و ماندگی و رنج به الله تعالی نسبت میدن که الله تعالی مانده شد. در سفر بعدی بعد از سفر پیدایش یا سفر تکوین سفر خروجه که در باب 31 این نکته را اشاره میکنه در صفحه 88 پیش من. در اونجا شبیه همین بنده اینجا یادداشت کردم پیشم هست، در باب 31 باب 31 خروج. بله. سفر خروج میگه که در آیه 17 میگه این نشانه همیشگی آن عهدی است که من با بنی اسرائیل بسته‌ام، چون من در 6 روز آسمان و زمین را آفریدم و در روز هفتم استراحت کردم. یعنی خسته شده بود الله، اینجا استراحت کرد، امکان نداشت که بیشتر از این کار کنه. این واقعا جناب استاد یک صفت نقص، صفت کوتاهی است، یعنی نسبت به الله سبحانه و تعالی که کسی نسبت بده که الله خسته میشه. به همین اساس که ما ببینیم در قرآن کریم هم الله متعال به این نکته اشاره میکنه و رد میکنه اینا. الله متعال در سوره مبارکه قاف آیه 38 میگه ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام و ما مسنا من لغوب. ما را خستگی نمیگیره، یعنی لغوبی الله میگه خسته نمیشیم ما. این رد است بر این آنچه که زعم
و گمانی که گمان میکنن نعوذ بالله الله متعال بعد از 6 روز خسته شد و بعد استراحت کرد و نعوذ بالله نفس راحت کشید. مگر ممکنه همچون چیزی در مورد الله سبحانه و تعالی در کتابی که خود الله به تعبیر اینها فرستاده این کتاب را یعنی تورات را، مگر ممکن است که الله حرفی را برای خودش گفته باشه که حقیقتا خالق بودن و بزرگوار بودن و قدرتمند بودن الله متعال را زیر سوال ببره؟ این قدرتمند بودن الله را زیر سوال میبره. اینها صفات بشری است جناب استاد، صفات بشری است. الله امکان نداره خسته بشه. ما انسان ها خسته میشیم چون توان ما بیشتر از آن نیست، وگرنه الله سبحانه و تعالی خسته نمیشه. حالا مثلا اگر شما ببینید انسان ها را، یک انسان خیلی ضعیفه، یک انسان باز معتدله، یک انسان خیلی قدرتمنده، قوت جسمی داره، آیا کار اینها یکیست؟ نه خیر. یکی زودتر خسته میشه، یکی دیرتر خسته میشه، ولی به صورت کلی همه خسته میشن. خستگی یعنی تفاوت در خستگی را ببینین در انسان ها فرق میکنه. یکی قدرتمندتره کمتر خسته میشه، یکی معتدله کمی به هر حال به اندازه توانش خسته میشه، یکی ضعیف خیلی زود خسته میشه. همه اینها با هم برابر نیستن. الله سبحانه و تعالی صفت بشری نداره که الله خسته بشه و استراحت بکنه و چون در 6 روز زمین و آسمان و اینها را آفریده باز استراحت بکنه. به همین واسطه الله متعال چی میگه؟ و ما مسنا من لغوب، ما را خستگی در بر نمیگیره، ما را خستگی فرا نمیگیره، ما را نیاز به استراحت الله نداره. الله متعال سبحانه و تعالی خالق مطلقه. خب این یک صفت که واقعا صفت نقص برای الله که واقعا از صفات بشری است. صفت دیگر اینه که الله سبحانه و تعالی را به نادانی توصیف میکنن. نعوذ بالله. الله را به نادانی و جهل توصیف میکنن. شما ببینید جناب استاد، این هم حقیقتا در همان سفر پیدایش هست. سفر پیدایش باب سوم هست. در سفر پیدایش باب سوم اینجا شما میبینید جناب استاد که میگه در اتاق کنترل اگر نشان بدن، اینجا سفر پیدایش باب سوم، اینجا دوستان ملاحظه بکنن. سفر پیدایش باب سوم میگه که در مورد خلقت حضرت آدم و در مورد بیرون کردن آدم علیه السلام و زنش از بهشت. داستان به صورت تفصیله چون سفر پیدایش گفتیم پیرامون این مسائل صحبت میکنه. خب میگه در اینجا میگه که در آیه 8 میگه عصر همان روز آدم و زنش، یعنی بعد از اینکه اینها از اون درخت میخورن، از همان شیء ممنوعه میخورند، الله دیگه از این موضوع هنوز خبر نداره. ببینید شما چی میگه؟ عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ را میرفت شنیدند و خود را در لابلای درختان پنهان کردند. الله را میرفت، اینها خود را لای درختان پنهان کردند که الله اونها رو نبینه. نعوذ بالله. یعنی هنوز الله خبر نداره که اینها همچون خطای انجام دادن. میگه خداوند آدم را ندا داد، یعنی دیگه آدم لای درختان قایم شده، الله رو نمیبینه. ای آدم چرا خود را پنهان میکنی؟ چرا پنهان میشی؟ چرا فرار میکنی؟ آدم جواب داد صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم پس خود را پنهان کردم. خداوند فرمود چی کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آیا از میوه آن درختی که خوردی به تو گفته بودم از آن نخوری؟ آیا خوردی از اون درخت؟ یعنی الله هنوز خبر نداره. عصر همان روز شده، الله داخل باغ میره و بعد آدم هم فرار میکنه، همراه زنش داخل درختها قایم میشه، بعد خودش را غایب میکنه. بعد الله میگه ای آدم چرا فرار میکنی؟ میگه لباس ندارم. میگه خب گویا تو از اون درخت خوردی؟ میگه بله خوردم. اینجا هم خودشان علامه سوالیه گذاشتن جناب استاد، جالبه. خودشان هم علامه سوالیه گذاشتن، یعنی سوال میکنه الله آیا از اون درختی که تو را منع کرده بودم خوردی؟ خب ادامه میده که آدم جواب داد که بله تو اون زنی که برای یار من کرده بودی این کار را انجام داد با من و چیکار کرد و داستانش مفصله که ماری وارد بهش میشه و اینها را فریب میده و به هر حال که متاسفانه در برخی از کتب تفسیر مسلمان ها همین اخبار اسرائیلی داخل شده که قابل اعتماد نیست در نزد مسلمان ها. به هر صورت البته بحث اسرائیلیات را اگر داخل کنین به صورت مطلق نمیگین که یعنی رد، چون میدانید که علما و مفسرین اسرائیلیات را در تفاسیر به 3 دسته تقسیم میکنن. به خاطر کسی از این حرف ما سوء استفاده نکنه که ما به صورت مطلق گفتیم رد میکنیم. یک قسمتیه که با اسلام یعنی با کتاب خدا و سنت پیامبر موافقت داره، اینها تاییده. یک قسمتی هست که کاملا مخالفه، میگن اینها رده، اما قسمت اول که موافقه اونها ما با اونها موافقیم. یک قسمت دیگری که اسلام در مورد آنها سکوت کرده، نه رد کرده نه تایید کرده، در این قسمت ما هم توقف میکنیم. به هر صورت این ضمنی بود جناب استاد. بله. همچنین در سفر خروج صفحه 65 در اینجا پیش بنده صفحه 65 هست
شبیه همین موضوع را میبینیم اینجا. بله صفحه 65. خب اینجا داستان موسی علیه السلام و عید پسح را مطرح میکنه. یه عیدی است به نزدشان. میگه که موسی علیه السلام چی گفت؟ از اینجا از آیه 21 اگر دوستان نشان بدن، البته سفر خروج باب 12 آیت 21 یا همان فقره 21. میگه آنگاه موسی بزرگان قوم را نزد خود خواند و به ایشان گفت بروید و بره‌های برای خانواده هایتان بگیرید و برای عید پسح آنها را قربانی کنید. خون بره را در یک تشت بریزید و بعد با گیا زوفا خون را روی تیرهای دو طرف در و سر در خانه هایتان بپشانید. هیچ کدام از شما نباید در آن شب از خانه بیرون رود. اینجا را نکته توجه کنید. آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد کرد تا مصریان را بکشد. الله تصمیم گرفته که بکشه. ولی وقت خون را روی تیرهای دو طرف در و سر درهای خانه هایتان ببیند از آنجا میگذرد و به هلاک کننده ها اجازه نمیدهد که وارد خانه هایتان شده شما را بکشد. یعنی اگر کار انجام بدین الله متعال دیگه باز در این صورت توجه نمیکنه به شما و میره. تصمیم گرفته ولی خبر نداره که شما این کار انجام بدین. وقتی آمد دید شما این کارا رو انجام دادین، اونهایی که هلاک کننده یعنی این کارا رو انجام میدن شما رو میخوان هلاک کنن، اونها رو نمیگذاره که هلاک کنن. میگن برین دیگه، حالا میگه برین، حالا دیگه به اینا کار نگیرین. نعوذ بالله. این چی کدام عقل، کدام منطق، کدام شعوری میپذیره؟ این چی صفاتیه که به الله متعال نسبت میده؟ یعنی صفت جهل نعوذ بالله که الله متعال گویا نمیدانه این موضوع را. صفت دیگری که اینها نسبت میدن برای الله متعال صفت پشیمانی و ندامت است. میگه الله متعال پشیمان میشه، الله متعال منصرف میشه، یک چیزی را تصمیم میگیره باز پس دوباره تصمیمش عوض میشه. نعوذ بالله. متوجه شدید؟ یک چیز تصمیم میگیره باز پس دوباره تصمیمش منصرف میشه. شاید فکر بدایی هم که در میان روافض متاسفانه سرمنشأ گرفته، فکر بدا ممکنه که از همین عقیده و از همین فکر متاسفانه برگرفته شده باشه. میخوانین حالا اینجا تورات را میخوانین ببینین که در این مورد چی میگه و شما آن وقت توجه میکنین که چی متاسفانه باید بگین که موافقت میان این دو فکر و اندیشه وجود داره. صفحه 88 سفر خروج، سفر خروج صفحه 88 اینجا در انجیلی که توراتی که نزد من است. سفر خروج باب 31 جناب استاد. سفر خروج باب 31 باب 32 ببخشید. باب 32 آیت 14 اینجا میگه که بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد. الله تصمیمی گرفته بود بعد از چیکار شد؟ از تصمیم خود منصرف شد. البته ترجمه خودشان هست، ترجمه من هم نیست دیگه. الله از تصمیم خود منصرف شد. این یک نکته. در سفر اعداد جالب بر اینه که جناب استاد شما باز در سفر اعداد میبینین که همین نکته ندامت و پشیمانی و فراموشی و اینها را از الله متعال از انسان است، از الله سبحانه و تعالی نقض میکنه. میگن الله نمیتونه که همچون صفتی داشته باشه. جالبه. اینجا رو ببینین جناب استاد سفر اعداد که نزد من صفحه 156 هست. جالبه، حرف جالبه میگه. صفحه 156. خب اینجا سفر اعداد است جناب استاد. گرامی نشان بدین. بله. سفر اعداد هست و باب 23 میگه خدا انسان نیست که دروغ بگوید، او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. خب اون چی؟ حالا کدام رو قبول بکنین؟ این خوبه که در باب تناقضات هم داخل بشه. از یک جهت میگه که الله نعوذ بالله گفت که الله از تصمیم خود منصرف شد، باز اینجا میگه که او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. کدام رو قبول کنین؟ تغییر فکر میده یا نمیده؟ نعوذ بالله. مثل که قبلا هم گفتیم در بین این موافقه با حق، این موافقه، این کلام دوم که در سفر اعداد آمده در باب 23 این موافقه. ولی آنچه که در اونجا نسبت داده میشه در سفر خروج نعوذ بالله که گویا الله متعال از تصمیمی که گرفته بود منصرف شد، این دیگه واقعا با حق نمیتونه برابر باشه. این نسبت بسیار ظالمانه و نسبت بشری. انسان ها تصمیم میگیرن، تصمیم خود منصرف میشن، ولی الله سبحانه و تعالی این گونه نیست. این جالب میگه خدا انسان نیست که دروغ بگوید، او مثل انسان نیست که تغییر فکر بدهد. این در سفر اعداد که جزئی از تورات هست. جناب استاد اینها حقیقتا یعنی میشه گفت سه نمونه بسیار بارز و سه نمونه بسیار واضح و آشکار است بر این که
اینها به الله متعال هم حتی رحم نکردن و توهین میکنن و این بزرگترین توهین به الله سبحانه و تعالی است که صفات نقص و صفات بشری را به ذات اقدس الهی سبحانه و تعالی نسبت بده. پس همه قسمی که شما اشاره کردین جناب استاد، فقط ما میتونیم از هر مثالی که تقریبا طی برنامه گذشته برنامه به او اشاره شد، ما میتونیم بطلان و تحریف محرف بودن تورات را ثابت کنیم بدون شک. و این نسبت دادن صفات مثل خستگی و ماندگی و صفات نادانی و جهل یا صفات ندامت و پشیمانی بزرگترین دلیلی است که ما میتونیم محرف بودن تورات ثابت کنیم. بدون شک جناب. یعنی هیچ عقل سلیمی هیچ منطق بشری این را نمیپذیره که خالق و پیدا کننده و روزی دهنده و الله یکتای بی همتا همچون صفات داشته باشه، یعنی پروردگار باشی، خالق باشی، لکن در عین حال صفات خستگی و ماندگی و صفات جهل و صفات ندامت در تو وجود داشته باشه. بله. این نشانه بارز و علامه بارز محرف بودن تورات است که تورات واقعا تحریف شده. این توراتی که امروز ادعا میشه که از جانب الله وحی شده، این تورات ساخته و پرداخته دست بشر است و دست خورده است و وحی که از جانب الله به موسی شده نیست. جناب استاد اگر اجازه بدین اینجا توقف ما داشته باشیم، همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان و سروران خواهیم بود. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله صلى عليك الله قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد
صلى عليك الله صلى عليك الله أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد أتباع عيساها رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين في الذكر والإنجيل رغم الملحدين فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه به چهارمین مورد که مورد زیادات و اضافات در تورات و نسبت دروغ به موسی علیه السلام بود، از خلال این مورد هم آشکار شد که واقعا تورات موجود با نسخه های سیگانیش محرف است و تحریف شده است. و همچنین جناب استاد عبدالرحمن فاتح به مورد چهارم که صفات الله تعالی، نسبت دادن صفات عجیب و غریب به الله تعالی است. یعنی واقعا فقط کافی است که فردی که ادعای یهودی بودن یا ادعای مسیحی بودن هم میکنه، کافی است که بر بگرده که آیا واقعا این مسیحی یا این یهودی
از کتابش و از کتاب مقدس آگاهی داره؟ اگر آگاهی داره آیا امکان داره که عقل سلیم این را بپذیره که پروردگارت، خالقت و الله جاهل باشه، خدای نخواسته و نعوذ بالله من ذلک خسته شوه و همچنین صفت ندامت و پشیمانی را داشته باشه؟ پس ای به نسبت دادن این صفات به الله تعالی در تورات یکی از دلایل و براهین خیلی قوی بر محرف بودن تورات هست و اوج بیعقلی و بیخردی و بیشعوری افراد را نمایان میکنه که ادعا دارن که گویا یهودی یا مسیحی هستن و ادعا میکنن که از کتابشان اطلاع دارن. خب جناب استاد میپردازیم به مورد بعدی که البته اوصاف انبیاء علیهم السلام در تورات تعریف شده است که و از این مورد هم به خوبی معلوم میشه که این تورات محرف است، تحریف شده است و دست خورده است، چون انبیاء علیه السلام از جانب الله تعالی برای رهبری و هدایت و فلاح و رستگاری بشریت مکلف و مأمور شدند و متاسفانه میبینیم که در توراتی که ادعا میشه که کلام خداست و از سوی الله تعالی وحی شده به این انبیایی که از طرف خداوند جل جلاله مأمور شده اند برای رهبری بشریت، به اینها افعال زشت و ناپسند را نسبت میتن که حتی نسبت دادن آن با یک فرد عادی هم محال و ناممکن است. بله جناب استاد، ما قبل از اینکه به این مسئله بپردازم و به خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض بکنم، اولا از تمام برادران و خواهران و مسلمانم معذرت میخوام به خاطر نقل این مسائل، چون واقعا خیلی زننده است و والله قسم یعنی خجالت میکشم جناب استاد احیانا که این کتاب را میخوانم، خجالت میکشم اون نسبتایی که به انبیاء علیهم السلام و به خصوص به حضرت داوود و حضرت لوط و حضرت نوح اینها میدن، واقعا خجالت میکشه انسان. شما ببینید جناب استاد در سفر پیدایش چی نسبت بد نسبت به حضرت نوح علیه السلام میده، واقعا خیلی بد و زشت هست. در سفر پیدایش باب 9 اینجا اگر دوستان داشته باشن این نکته را، باز هم گرامی در اتاق کنترل اگر تورات هست اینجا را عزیزان داشته باشن. در سفر پیدایش باب 9 میگه که در آیت 20 یعنی یا فقره 20 و 21 میگه نوح به کار کشاورزی مشغول شد و تاکستان غرس نمود. روزی که شراب زیاد نوشیده بود، یعنی نوح علیه السلام، در حالت مستی در خیمهش برهنه خوابید. حام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید. حام یک از فرزندان بله از فرزندان نوح علیه السلام و کنعان فرزند حامه که بعدا میایم به این نکته. اینجا هم میگه حام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و بیرون رفته به دو برادرش خبر داد. کدام برادرش؟ سام و یافس. سام و یافس با شنیدن این خبر ردای روی شانه های خود را انداخته عقب به طرف پدرشان رفتند تا برهنگی او را نبینند. سپس او را با آن ردا پوشانیدند، یعنی پدرشان نوح علیه السلام را. وقتی نوح به حالت عادی برگشت، یعنی بعد از اینکه از مستی شراب برآمد و فهمید که حام چی کرده است، یعنی حام رفت دو برادر سام و یافس را خبر کرد که بیاین ببینین که پدر شراب خورده، مست شده، لباسش را کشیده. گفت کنعان ملعون باد. خب چی ربطی داره؟ جناب استاد، اصل مسئله در این است که یهود با کنعانی ها مخالفند و مخالف بودند. یهود با کنعانیان مخالف بودند و هستند. به خاطر این که مخالفتشان را با کنعانیان و با پدر بزرگ کنعانیان که کنعان پسر حام و حام پسر نوح علیه السلام باشه، آمدن این دروغ را ساختن و حتی بر نوح علیه السلام هم رحم نکردن. اینجا میگه که حام رفت پدرش دو برادرش را، اولا اینکه توهین به حضرت نوح علیه السلام که نوح علیه السلام شراب خورد و مست شد و برهنه شد، آیا این صفت و نسبت دادن این صفت و این وصف به یکی از انبیاء علیهم السلام درسته؟
مثل نوح علیه السلام عادی شراب بخوره و درست مست بشه و بعد لباسش رو نعوذ بالله بکشه و فرزندش بیه او را برهنه ببینه و بعد بره دو برادر دیگرش رو خبر کنه. این یک نکته. نکته دیگر این که حام آمد سام و یافس را با خبر کرد، آنچه که در اینجا آمده. خب حام آمد خبر کرد، میگه وقتی که نوح علیه السلام از این حالت مستی در آمد، از حالت نشه در آمد، گفت که ملعون باد کنعان، یعنی فرزند حام را لعن میکنه. چرا؟ با وجودی که در همین خود سفر در پیدایش، سفر پیدایش باب 10 اینجا وقتی که در نسل حام صحبت میکنه، اینجا را اگه دوستان داشته باشن، این باز هم سفر پیدایش است جناب استاد. بله. باب 10 نسل حام میگه پسران حام عبارت بودن از کوش، مصرایم، فوت و کنعان. خود چرا سه فرزند دیگرش رو لعن نمیکنه؟ چرا نوح علیه السلام نمیگه ملعون باد فوت، ملعون باد مثلا مصرایم، ملعون باد کوش؟ چرا اینها را نمیگه؟ میگه ملعون باد کنعان، در حالی که پدرش این کار را انجام داده. به خاطر اینکه بیان دشمنیشان را با کنعانیان نشان بدن، این تهمت را زدن و این چیز را اضافه کردن و توهین کردن به حضرت نوح علیه السلام و در ضمن توهین به حضرت نوح علیه السلام آمدن حام را زیر سوال بردن و در ضمن زیر سوال بردن حام فرزندش کنعان را ملعون دانستند که تا اینکه بر علیه کنعانیان بتونن یک راه پیدا بکنن. این واقعا جناب استاد خیلی زننده، نسبت های بد و زشت نسبت به حضرت نوح علیه السلام برای پیامبری که تقریبا 1000 سال به دعوت پرداخت. بله، آنچه که در اینجا خودش هم میگه 950 سال. ادامه میده که نوح علیه السلام 950 سال رو در میان مردم بود. خب به هر صورت جناب استاد، حالا شما ببینین در مورد لوط علیه السلام چی میگه. من بار دیگه از خواهران و برادران مسلمانم معذرت میخوام. لوط علیه السلام یکی از انبیاء الهی است و الله سبحانه و تعالی در مورد او در قرآن کریم صحبت میکنه. واقعا این دشمنی بسیار خطرناک نسبت به نوح علیه السلام، نسبت به لوط علیه السلام. جناب استاد شما اگر دقت بکنین در سفر پیدایش باب 32 ببخشید سفر پیدایش باب 19 بله سفر پیدایش باب 19 در مورد حضرت لوط علیه السلام. بار دیگه معذرت میخوام جناب استاد از شما و اوصاف واقعا خیلی زشته. خب لوط و دخترانش، اینجا میگه که لوط ترسید و بعد از اینکه الله متعال قوم لوط را در شهر سدوم اونها را نابود کرد، میگه که با 2 دختر خود رفت به کوهستان و در غار ساکن شد. باب فقره 31 یا آیه 31 اینجا را دقت کنید جناب استاد. معذرت میخوام. میگه روزی دختر بزرگ لوط به خواهرش گفت در تمامی این ناحیه مرد یافت نمی شود تا با ما ازدواج کند. پدر ما هم به زودی پسردار خواهد شد، پیر خواهد شد ببخشید و دیگر نخواهد توانست نسل از خود باقی گذارد. پس بیا با او شراب بنوشانیم و با وی هم بستر شویم و به این طریق نسل پدرمان را حفظ کنیم. پس همان شب، آیه 33، پس همان شب او را مست کردند و دختر بزرگتر با پدرش هم بستر شد. اما لوط از خوابیدن و برخاستن دخترش آگاه نشد، چون شراب خورده بود، مست شده بود. به گفته اینها بله. آیه 34، صبح روز بعد دختر بزرگتر به خواهر کوچک خود گفت من دیشب با پدرم هم بستر شدم، بیا تا امشب هم دوباره با او شراب بنوشانیم و این دفعه تو برو و با او هم بستر شو تا بدین وسیله نسلی از پدرمان نگه داریم. آیه 35، پس آن شب دوباره او را مست کردند و دختر کوچکتر با او هم بستر شد. این بار هم لوط مثل دفعه پیش چیزی نفهمید. آیه 36، بدین طریق آن 2 دختر از پدر خود حامله شدند. آیه 37، دختر بزرگتر پسر زایید و او را موآب نامید، یعنی قبیله موآب از او به وجود آمد، یعنی از خود یهودی ها حتی. دختر کوچکتر نیز پسر زایید و نام او را بن عمی گذاشت، قبیله عمون از او به وجود آمد. جناب استاد چی بگم برایتان دیگه، یعنی واقعا حرفی برای گفتن نیست، نمیخوام در این مورد تعلیق بدم، فقط خود بیننده در این مورد قضاوت بکنه که این چی میگه در مورد لوط علیه السلام. در مورد لوط علیه السلام پیامبر الله چی آیا میگه؟ کسی که ادعای مسیحیت و یهودیت میکنه، من فکر نکنم، باور نکنم که یک باری همه این کتاب خوانده باشه و اگر بخونه اصلا جناب استاد عقل یک انسانی که عاقل باشه، هیچ دین نداشته باشه، همچو خرافات و همچو مزخرفات و همچو یعنی تعبیرها رو هیچ پذیرفته نمیتونه. واقعا جناب استاد بسیار دردآوره. یعنی واقعا
با والله قسم جناب استاد به شما قسم میخورم وقتی که سراپا توهین به الله، توهین به پیامبران، توهین به ادیان. وقتی که جناب استاد باور کنین من این نکته را دیدم و خواندم، یعنی در فکر فرو رفتم که یا الله این چی میگه؟ آیا این ممکنه که کلام تو باشه؟ آیا ممکنه که این کلام الله باشه؟ آیا ممکنه که اصلا این کلام موسی علیه السلام در مورد پیامبری از پیامبران الهی که خودشان هم میگن که به سوی قوم صدوم فرستاده شده، اتفاقاتی که افتاد، آیا ممکنه که همچون اتفاقی برای لوط علیه السلام بیفته؟ لوط علیه السلام نعوذ بالله مرتکب این عمل شنیعه بشه و یا دخترانش این کار را انجام بدن، دخترانی که الله متعال اونها را نجات داده، بعد از اینکه نجات یافتن از هلاکت این کار را با پدرشان انجام بدن. یعنی واقعا جناب استاد سوالات زیاد و متعددی است که پیرامون این مطرح میشه، اما واقعا جناب استاد من میشرمم که دوباره این را حتی شرح بدم، میشرمم که دوباره این را شرح بدم و به این تعلیق بدم. واقعا میشرمم. از مسلمان ها شرم میکنه انسان. از حتی من نمیدانم که یعنی واقعا یک یهودی و یک نصرانی که به این کتاب معتقده شرم نمیکنه که این حرف را و بدون شک میشرمه. من مطمئنم هر انسانی میشرمه که این را به یک پیامبر الهی و به یک کسی که به عنوان پیامبر خدا فرستاده شده و به عنوان پیامبر الهی باشه این نسبت را به او بدن و او نفهمه، نعوذ بالله، به او شراب بدن، به او زنا بکنن و نفهمه از نسل، نعوذ بالله. یعنی واقعا جناب یعنی آیا یک مرد یهودی یا یک مرد مسیحی این جرأت داره که مثلا در خانواده، نزد فرزندان، نزد خانم و نزد بالاخره دخترانش همچون جملات را به خوانش بگیره؟ واقعا جناب استاد بسیار وحشتناکه. یعنی المهمی که جناب استاد ما بحث ما اینجاست که این نسبت ها به یک پیامبر الهی داده شده، حالا اگر داستان یک فرد دیگه را میگفتن، یک داستانی که یک آدم مفسدی 2 دختر داشت و اینها به هر حال دخترای، حالا معذرت میخوام از بینندگان، 2 دختر فاحشه داشت و با پدرشان این کار را انجام دادن، او را مست کردن و بعد نعوذ بالله با او فعل زنا انجام دادن، این شاید به عقل جور در می آمد. اما این فرد لوط علیه السلامه، این 2 دختران لوط علیه السلام که الله اونها را نجات داده. این میگه توهین به دختران لوط علیه السلام و به لوط علیه السلام پیامبر الهی نیست. این واقعا جناب استاد جایی برای تعلیق باقی نمیمانه، جایی برای این که ما خواسته باشیم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. اجازه بدین که بریم در یک پیامبر دیگه. واقعا جناب استاد هرچی در این داخل بشیم واقعا توهین بالای توهین هست. اما فقط هدف ما این است که نشان بدیم به جهانیان، نشان بدیم به مسیحی‌ها، به کسایی که میگن ما یهودی و مسیحی هستیم، و من مطمئن هستم که کسی که ادعای یهودیت و نصرانیت داره اگر از همچو مزخرفات مطلع شود ابدا عقلش ایره نمیپذیره که همچو دینی داشته باشه، منسوب به همچو دینی بوده باشه. بدون شک جناب. اما اطلاع ندارن، فقط مسیحی بله مسیحی هستم، یهودی بله یهودی هستم. چی میدانی از کتابت؟ فقط سرجنباندن. بله جناب استاد اینجا را توجه بکنین، در باز هم در سفر پیدایش در مورد یعقوب علیه السلام صحبت میکنه. سفر پیدایش باب 32، اینجا باب 32 هست. اینجا نکته جالبیه که حتی عنوان گذاری کردن، کشتی گرفتن یعقوب در فینیل. فینیل یعنی جای چهره خدا، فینیل یعنی چهره خدا، یعنی جایی که اینها میگن الله را در اونجا دید یعقوب علیه السلام. خب داستانش را به صورت تفصیل میاره جناب استاد. آنچه که برای ما مهمه اینه که اینجا میگه که فردی آمد پیش یعقوب علیه السلام، همراه 2 همسر و کنیزان خود یعقوب علیه السلام و فرزندان خود رفت و بعد رسید به جایی و در اونجا باقی ماند. و وقتی آن مرد دید، اینجا میگه که خب میگه در همان جا سپس مردی به سراغ او آمده، یعنی به سراغ یعقوب، تا سپید صبح با او کشتی گرفت. البته اینجا بعدا نشان میده که این مرد خدا بود، خدا با یعقوب علیه السلام کشتی میگیره. بله اینجا میگه وقتی آن مرد دید که نمیتواند بر یعقوب غالب شود، نعوذ بالله، یعنی الله در برابر یعقوب عاجز مونده، نمیتونه که یعقوب به گوشتی بزنه. این هم صفت دیگره. بله نمیتونه به گوشتی بزنه. بر بالای ران او ضربه زد و پای یعقوب صدمه دید. اینجا سپس آن مرد گفت بگذار بروم، چون سپیده دم است، سپیده دمیده است. اما یعقوب گفت تا مرا برکت، اگه دوستان اینجا لطف کنند نشان بدن، فوکس کنین. بله. اما یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروی. آن مرد پرسید نام تو چیست؟ جواب داد یعقوب. به او گفت پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل. البته در باب اسرائیل هم خود یهودی ها باز تعبیرات دارن.
زیرا نزد خدا اون مردم نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده ای. تو که حالا پیروز شدی، خدا رو به گشتی زدی، پهلوان هستی، قهرمان هستی. یعقوب از او پرسید نام تو چیست؟ در آیه 29 آن مرد گفت چرا نام مرا میپرسی؟ آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد. اولا اینکه یعقوب را برکت داد، معلوم میشه که این خدا بوده، بعدن هم نشان میده. یعقوب گفت آیه 30 در اینجا من خدا را روبرو دیده ام. یعقوب بعد از این واقعه چی میگه؟ میگه من خدا را در اینجا روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. یعنی خدا را دیدم و هنوز زنده هستم، حتی با او گشتی گرفتم و زدم. نعوذ بالله. پس آن مکان را فینیل یعنی چهره خدا نامید. خب به هر حال جناب استاد، این بعداً میاد مسئله عرق النساء که همان صدمه‌ای که به پای حضرت یعقوب رسیده بود باعث بر این شد که یک مریضی به او دست بده. خب به هر صورت جناب استاد اینجا میگه که نعوذ بالله گویا یعقوب علیه السلام با خدا کشتی گرفت و خدا زد و خدا نتونست که با او یعنی در برابر او عاجز ماند و با زد به روی پایش زد و این اتفاق. یعنی گاهی استاد، گاهی حتی اگر یک شخص یک فرد بیاید یک کتاب مقدس را تحریف بکنه، دستکاری بکنه، جعل بکنه، اما به خود اجازه نمیده که همچو خرافات را مطرح کنه، چون این انسانی که اندک عقل داشته باشه این را نمیپذیره. این بارها من تکرار میکنم. بله. این را میشه یک کتاب، یعنی من خودم والله دارم تعجب میکنم که آیا این کتابی که ترجمه شده آیا در اصل در نسخه دیگر کتاب هم به عین تعبیر؟ بله مطمئن باشین همین جوری جناب استاد. حتی میتونید مثلا نسخه عربی رو ببینید دقیقاً همینه. نسخه عربی تا جایی را، لکن نسخه اصلی بله هیچ فرق نمیکنه جناب استاد. اینها گفتیم که دست خورده، ما در تاریخش صحبت کردیم که حتی همون نسخه اصلی که امروز وجود داره اصلا هیچ ارتباطی به حضرت موسی علیه السلام نداره. مطمئن هستم اما هیچ باور کردن نیست. بله. جناب استاد اینجا جناب استاد در باز هم در سفر پیدایش در باب 27 نسبت دروغ به حضرت یعقوب علیه السلام میده. نسبت دروغش اینه که میگه اسحاق پیر شده و چشمانش تار گشته بود. به روزی او پسر بزرگ خود عیسی را خواند و به وی گفت پسرم من دیگر پیر شدم و پایان زندگیم فرا رسیده است. پس تیر و کمان خود را بردار و به صحرا برو و شکار کن و از آن خوراکی مطابق میلم آماده ساز تا بخورم و پیش از مرگم تو را برکت دهم. اما ریبکا سخنان آنها را شنید. وقتی عیسی برای شکار به صحرا رفت، حالا ادامهش میگه بعد از اینکه عیسی رفت به شکار، ریبکا برای یعقوب گفت یعقوب پدرت اسحاق برای عیسی برادر بزرگت گفت که برو شکار بکن و غذای مطابق میل من آماده کن تا تو را برکت بدم. یعنی چی برکت بدم؟ یعنی که تو را بعد از خود پیامبر حساب بکنم، بعد از این تو را اعلان بکنم یا تو را به عنوان پیامبر انتخاب بکنم. اولا اینکه پیامبر بودن ربطی به این نداره که کسی دیگر را انتخاب بکنه. این یک مسئله است که الله سبحانه و تعالی به هر کس که خواسته باشه میده. حالا اینجا جناب استاد عیسی رفت، وقتی ریبکا برای یعقوب گفت، یعقوب چیکار کرد؟ غذای را آماده کرد و به همان چیزی که پدرش گفته بود رفت پیش پدرش. گفت من عیسی هستم. دروغ گفت من عیسی هستم. پدرش اسحاق برایش گفت که تو عیسی نیستی، صدای تو مثل صدای یعقوبه. ولی دستایش را وقتی دستت دید که مو داره گفت بله تو عیسی هستی. دستایت عیسی هست ولی صدای یعقوبه. اینجا رو توجه کنین. اینجا میان چون اینها را نمیخوام که کلا بخونم. در آیه 19 میگه که یعقوب گفت من عیسی پسر بزرگ تو هستم. همانطور که گفتی به شکار رفتم و غذای را که دوست می‌داری برایت پختم، بنشین آن را بخور و مرا برکت بدی. اسحاق پرسید پسرم چطور توانستی به این زودی شکار پیدا کنی؟ تعجب میکنه بابا جان. عیسی من برایت گفتم که برای تو خوب حالا چشمانش چون نمیبینه، اسحاق علیه السلام نمیبینه، در اول گفتیم که چشمانش تار گشته بود. یعقوب جواب داد خداوند خدای تو آن را سر راه من قرار داد. خدا به سر راه من قرار داد. این یک دروغ دیگر که نسبت به یعقوب علیه السلام میدن. اسحاق گفت نزدیک بیا تا تو را لمس کنم و مطمئن شوم که واقعا عیسی هستی. بله. یعقوب نزد پدرش رفت و پدرش بر دسته ها و گردن او دست کشید و گفت صدا یعقوب است ولی دستای عیسی. اسحاق او را نشناخت چون دسته هایش مثل دستای عیسی پرمو بود. پس یعقوب را برکت داده پرسید آیا تو واقعا عیسی هستی؟ یعقوب جواب داد بله پدر. این دروغ ها نسبت این دروغ ها هم به حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت اسحاق نمیفهمه دستایش رو دست میزنه میگه بله تو عیسی هستی، و هم دروغی که به نسبت حضرت یعقوب علیه السلام میدن.
حضرت یعقوب خودش را به جای عیسی جا زده، میره دروغ میگه نعوذ بالله به پدرش، میگه که ای اسحاق، ای پدرم مرا برکت بدی، بعد از تو من پیامبر باشم. من عیسی هستم، در حالی که عیسی نیست. پس بنابراین جناب استاد این دروغ نسبت دادن به حضرت یعقوب علیه السلام و این نسبت دیگر که گویا با الله متعال نعوذ بالله کشتی گرفته، این نسبت های زشتی است که به حضرت یعقوب علیه السلام در این کتاب داده شده که اینها هم نشان میده که کلام الله نیست. اگر کلام الله می بود این گونه الله سبحانه و تعالی در مورد پیامبری از پیامبران خودش اینجوری حرف نمیزد. خب جناب استاد، اگر یک مثال دیگری از یک پیامبر دیگری هم فقط به عنوان آخرین مورد اگر اشاره کنیم. بسیار خوب جناب استاد، یک مورد دیگه میگم، باز اگر میخواستین میان برنامه بگیرید، باز اگر فرصت بود ان شاء الله نمونه های دیگه هم 20 دقیقه آخر وقت ما برای بیننده تخصیص داده شده و ان شاء الله بعد از 5-6 دقیقه تلفن ها زیرنویس میشه و میتونن. جناب استاد اینجا خیلی معذرت میخوام از شما چون از وقت استفاده بکنین، وقت بسیار کمه. اینجا جناب استاد در مورد داوود علیه السلام صحبت میکنه. داوود علیه السلام نسبت بسیار بدی میده. داوود علیه السلام چهره از اون نشان میده که گویا داوود علیه السلام نعوذ بالله یکی از فرماندهان جنگیش را میگه. روزی بگذاریم که از خود کتاب مقدس بخوانم بهتره. سموئیل دوم باب 11. سموئیل دوم باب 11 و قبلا ما در مورد سموئیل اول و دوم صحبت کردیم. سموئیل دوم باب 11. بله. اینجا جناب استاد به صورت تفصیل در باب 11 صحبت میکنه. اینجا رو اگر دوستان داشته باشن، اصلا باب را گذاشته داوود و بتشبع. این جناب استاد خانم یا زن کیست؟ خانم و یا زن همین فرمانده هست. بتشبع. بله. میگه یک روز هنگام عصر داوود از خواب برخاست و برای هواخوری به پشت بام کاخ سلطنتی رفت. وقتی در آنجا قدم میزد چشمش به زن زیبا افتاد که مشغول حمام کردن بود. نعوذ بالله. آیه سوم، داوود یک نفر را فرستاد تا بپرسید آن زن کیست. معلوم شد اسمش بتشبع دختر الیام و زن اوریای حتی است. اوریای حتی شوهر این زن است. میگه پس داوود چند نفر را فرستاد تا او را بیاورند. وقتی بتشبع نزد او آمد، داوود با او همبستر شد. نعوذ بالله. یعنی زنا کرد با او. شوهر داره زن شوهر داره، او را آمد خوشش میده. بله، نسبت به داوود علیه السلام که خود مزامیر که دارای 150 باب است در همین کتاب موجوده. زبور، مزامیر مشهوره. سپس بتشبع خود را با آب طاهر ساخته به خانه برگشت. وقتی بتشبع فهمید کامل است، پیغام فرستاد و این موضوع را به داوود خبر داد. یعنی از داوود، از زنا نعوذ بالله، از زنای داوود نعوذ بالله این حامله میشه. خب این اوریا یعنی شوهرش میایه و بعد ادامه داستانش میایه و بعد نمیره به خانهش، تو باقی میمانه در خانهش. بعد چیکار میکنه داوود علیه السلام؟ اینجا را توجه بکنید. نعوذ بالله. میگه داوود نامه را نوشت و به دست اوریا داد. که برو برای آن سرلشکر بزرگ بگو که چی بگو؟ در نامه به یوآب یعنی سرلشکر بزرگشان بله دستور داده بود که وقتی جنگ شدت میگیرد اوریا را در خط مقدم جبهه قرار بدهد و او را تنها بگذارد تا کشته شود. چرا کشته بشه؟ اینجا چرایش را میگه. خب بعد این خبر از طرف یوآب، داوود علیه السلام توطئه کرد. از طرف یوآب خبر برای داوود میرسه که اوریای حتی کشته شد. یعنی شوهر این زن، شوهر بتشبع کشته شد. بله. اینجا میگه که وقتی بتشبع شنید شوهرش مرده است، عزادار شد. عزاداری کرد برای شوهرش. دوستان این را نشان بدن. بعد از تمام شدن ایام سوگواری، داوود بتشبع را به کاخ سلطنتی آورد و او نیز یکی از زنان داوود شده، از او پسری به دنیا آورد. اما کاری که داوود کرده بود در نزد خداوند ناپسند آمد. نعوذ بالله. یعنی این نسبت ها را شما ببینین. اولا نسبت زنا به یکی از سرلشکریانش، حامل شدن زن از زنای حضرت داوود علیه السلام نعوذ بالله، توطئه حضرت داوود بر علیه اوریای حتی یعنی همین شوهر این خانومه، و بعد کشتنش چون باعث کشتنش این شد دیگه، اگر آنچه که اینها میگن دروغ میگن. و همچنین این که این کار در نزد خدا ناپسند آمد و بعد حضرت داوود نعوذ بالله با این بتشبع دختر الیام ازدواج میکنه با این زنی که از او قبلا حامله شده و با زنا و از او خوشش آمده، چشم چرانی کرده نعوذ بالله. این نسبت ها نسبت به داوود علیه السلام واقعا خیلی زننده است. مثل که به حضرت لوط علیه السلام این نسبت زشت را دادن.
و در بقیه این کتاب که شما میگین این کتاب پسوند مقدس در لفظ اصلیش هم است. کتاب مقدس این چگونه مقدس کتاب است؟ مقدس یعنی در نزد یهود و نصارا مقدس است. کاش واقعا که یک فرد یهودی که فارسی بلد است یا مسیحی که فارسی بلد است بیاید تفسیر کنه که آیا اینا این حرفا را قبول دارن؟ جناب استاد این کتاب مقدس است در نزد خودشان، ولی این که در ضمن این کتاب و در داخل این کتاب تقدس وجود داشته باشه، خب میبینین که نیست. میبینین که نیست. هیچ قداست وجود نداره جناب استاد. این نسبت هایی که به انبیا علیهم السلام میدن واقعا خیلی زننده و خیلی زشت است. چون وقت کم مونده، ما یک میان برنامه کوتاه امرای بیننده های عزیز و گرامی میبینیم. پس از این میان برنامه انشالله تلفن های برنامه زیرنویس میشه و دوستایی که علاقه دارند و مایل هستند در ارتباط با موضوع مطرح شده اظهار نظر کنند و یا فردی که دچار انحراف شده یا مسیحی هست، سوالات در نزدش خلق شده یا میخواید جواب پاسخ مسائلی که در برنامه مطرح شد، میتونه که به برنامه تماس بگیره و داشته های خود را مطرح بکنه. میان برنامه کوتاه میبینیم و بعدش انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و دوستان گرامی در اتاق کنترل تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا دوستانی که مایل هستند به برنامه تماس بگیرند. اما استاد در اثنای بیان برنامه یعنی واقعا من تعجب میکنم که بار دیگر من اظهار شگفت زدگی میکنم که چگونه یک انسان عاقل قبول کنه که این کتاب مقدس است و این حرفا و این عبارات آمده باشه. یعنی من اگر بیننده‌های عزیز یک واقعه را باید من اینجا تذکر بدم که در اثنای بیان برنامه دوست ما در اتاق کنترل خواست تلفن نزد استاد بگذاره. گفتم تلفن چرا نزد من نمیگذاری؟ گفت اصلا من گیج شدم، این حرفا را شنیدم گیج شدم، من نمیدونم که چه کنم. یعنی تا این درجه، تا این حد، یعنی این مزخرفات که هیچ عاقل، هیچ انسانی که اندکترین شعور و عقل و منطق داشته باشه پذیرفته نمیتونه. بدون شک جناب استاد، بدون شک. واقعا من تعجب میکنم برای عزیزانی که خودشان را یهودی یا نصرانی مینامند و پیروان عیسی علیه السلام مینامند و پیروان دین الهی میدانند و به تعبیر خودشان الله را عبادت میکنن، چگونه یعنی همچون حرفایی را در مورد یک فرد عادی نه بلکه یک نبی، یکی از انبیاء الهی همچون حرف زده قبل بشه؟ از او به الله تعالی نسبت جهل دادن جناب استاد، نسبت خستگی و نسبت ماندگی و نسبت ندامت و نسبت نمیفهم پشیمانی و چی بله. هیچ عقل سلیم پذیرفته نمیتونه. بدون شک جناب استاد، واقعا بسیار زننده است و هر انسان عاقلی یعنی بله بفرمایید. هر انسان عاقلی بدون شک یعنی شگفت زده میشه جناب استاد. اگر اجازه بدید من اولین تماس میگیرم استاد، بعدش باز صحبت ان شاء الله ادامه خواهد داشت. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خود معرفی بکنید؟ من عبدالوهاب از تاجیکستان. آقای عبدالوهاب از تاجیکستان بفرمایید. خدا نازی رحمت سلامتی دستتون در نکنه. لطفی الله سلامت باشید. شماره شما رو تماشا کرده ایستاده یک
پروگرام دیده بودم، در همونجا یک جنرال پتروف گفته یک شخص این از طرف روسیه همین کتاب‌های مقدسی کتاب‌های انجیل رو تحقیق کرده. همونجا یک سخن گفتید کسی که همین کتاب‌های مقدسی انجیل رو میخواند 80%ش دیوانه میشد گفت. چون که در بعضی جا گفته که نکش، در بعضی جا گفته که کش، در بعضی جا گفته که دزدی نکن، در بعضی جا گفته که دزدی کن کمتر و مانند ربا. همین خیلی یک مثال آورده بود. من همین یک مثال عادی همین که کسی که همین از نصرانی ها که وقتی کتاب‌های مقدسشون رو میخوانن بسیاری ازشون اتیست میشن. لیکن باز یک حکمت دیگر هست که کسی که از دین اسلام بسیارتر باخبردار شود از اصل دین اسلام، بسیارتر ایمانش مستحکم میشه، مسلمانیش مستحکم میشه. الله اکبر. واقعا ثنای خدا. واقعا تشکر آقای عبدالله. از شما میرم سراغ دوست بعدی اگر اجازه بدین، چون دوستای زیاد پشت خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام عرض میکنم، خسته نباشین. سلامت باشین. خواهر گرامی میشه خود معرفی کنین؟ سلام عرض میکنم، من از ایران تماس میگیرم. بفرمایید. میگم واقعا من نمیدونم اینا چطور میتونن همچین کتابایی رو سرمشق زندگیشون قرار بدن. مثلا ما مسلمونا از قرآن پیروی میکنیم، کتاب قرآن رو سرمشق زندگیمون قرار میدیم، از دستورات الهی پیروی میکنیم. چطور اینا میان مثلا امورات زندگیشون رو از رو این کتابا پیدا میکنن؟ و خیلی واقعا مایه بدبختی ما که بعضی از مسلمونا میان اینقدر، یعنی با دین این رافضی ها با اسلام ما کاری کردن که بعضی از مسلمونا باز میان از اسلام برمیگردن مسیحی میشن. این واقعا مایه تاسف. محال است. واقعا نمیدونم کی برگرده بگه. واقعا من خودم بارها تکرار کردم که من خودم شوکه شدم، یعنی هیچ باور کردنی نیست که همچو عبارات را در کتاب درج کرده باشن و نام این کتاب مقدس بنامن. تشکر از شما خواهر گرامی. این کتابو میذارن سرمشق زندگیشون. واقعا تاسف‌آور و واقعا با حال اون مسلمانایی که میرن دین خودشون، دین اسلام میذارن کنار و همچین دینی رو میپذیرن، واقعا با حال اون باید تاسف کنیم. ممنون از شما، متشکرم. تشکر از شما هم خواهر گرامی. خب بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. من محسن هستم، تماس گرفتم از خدمتتون. و علیکم السلام. میشه اندکی صدایتان بلند کنید بیننده گرامی، چون صدایتان خیلی پخش میاد. حالا از خدمتتون که من هفته قبلا بهتون تماس گرفتم. بله. و این مطالبی که مطرح کردیم اتفاقا تحریف نشده کتاب مقدس، چون که از لحاظ ما به انبیا مقدس نیستن و شخصیتی که خدای ما داره متفاوت با اون شخصیتی. شما آقای محسن هستین؟ بله. خب آقای محسن که هفته گذشته تماس گرفتین، انبیا گفتین در نزد شما مقدس نیستن، نه؟ نه، ما تقدس فقط در عهد جدیده و اون کتاب 5 کتاب اول از این بیانی که داره بیان زبان تمثیلیه و بیشتر اسطوره‌ایه. بله، موسی ننوشت، من خودم بهتون گفتم اینا تحت اقتداری که برایشون بوده خب کتاب نوشتن و بعضی مطالبشون از روی دشمنی با مثلا در مورد لوط، این به نظرم از روی دشمنی نوشتن با امونیان و با موآبیان. آقا محسن خدا تشکیکی نیست. جناب استاد سوال داشتن از شما. محسن عزیز. بله بفرمایید. جناب آقا محسن عزیز، درسته شما میگید که در نزد ما انبیا معصوم نیستند و انبیا خطا میکنند، درسته؟ بله. بسیار خوب. در دین یهودیت و مسیحیت یا به صورت کلی بگین در عهد عتیق یا در تورات، اگر کسی زنا کنه جرمش چیه؟ زنا باید کشته بشه. باید کشته بشه. چرا داوود نکشتن؟ خب عرض می‌کنم خدمتتون. آیا آنچه که ما گفتیم، اینجا را دقت کنید آقا محسن عزیز، آیا آنچه ما گفتیم از کتاب مقدس که نسبت دادن داوود علیه السلام، نعوذ بالله همچون کار را انجام داده، همچون کار را در دوم سموئیل یا سموئیل دوم میاره در باب 11 به صورت تفصیل در موردش صحبت میکنه. توجه کنید اینجا با یک زن شوهردار زنا میکنه و نعوذ بالله از او حامله میشه. این زن از او حامله میشه. جرم داوود در اینجا چیست؟ من و شما که قاضی نیستیم. بله بسیار خوب. آیا به تورات باید عمل بشی یا نه؟
یعنی چی؟ یعنی برین زنا یعنی کنید باید با داوود شوهردار؟ رجم میشد یا نه به تعبیر خود کتاب مقدس؟ ببین ما داور نیستیم آقای. شما وقتی صحبت میکنید باید مواظب حرف زدنتون باشین، چون ما با خدای طرفیم که زنده است. آقا محسن عزیز درسته، ما قاضی نیستیم، ما از کتاب مقدس هر دو را، یکی را راست میدانیم یکی را دروغ میدانیم. ما میگیم آنچه که نسبت به داوود علیه السلام داده شده این نسبت دروغ، ما که این را باور نداریم، ما که این را قبول نمیکنیم. من میخوام این نوع تناقض نشان بدم. از یک جهت در سفر تسنیه ببینید آقا محسن گرامی میشه شما حرف زدین، حرفم بشنوین دیگه. جناب آقای محسن اگر شما یک لحظه ساکت باشید. آقای محسن عزیز من میخوام که ادعای شما را درست، یعنی در مورد ادعای شما حرف بزنم. در سفر تثنیه در باب 22 میه، در اونجا در مورد رجم صحبت میکنه. کسی که زنا بکنه رجم میشه، کشته میشه و شما هم به این طرف کردید. در یک جهت میایه در ملحقات تورات میاره که داوود علیه السلام نعوذ بالله زنا کرد، آن هم با یک زن شوهردار که خودش هم زن داشته و این زن هم شوهردار بوده. حکمش در مورد حکم یهود. آقا محسن اجازه میتین حرف بزنن؟ من صحبت شما رو متوجه شدم. متوجه نمیشید؟ شما حرف نمیشنید، از هم چجوری متوجه میشین؟ نه حرف رو نمیشنوند شما اگر با ما حرف بزنید. ببینید اختیار این که باهاش رجم بشه یا نشه این با ما نیست، ما اصلا در این مقام نیستیم. و حالا من می‌خواستم اینجا رو بگم تفاوتی که در عهد جدید هست اینه که در واقع خدا این تناقضی که در اخلاق هسته، شما وقتی یه قانونی هست تخطی از اون قانون معنا پیدا میکنه. شما یعنی آقا محسن گرامی من نمیخوام اینجا دیگه لفاظی و هر حرف. شما این کتاب را مقدس میشمارین یا نه؟ این کتاب برای تقدیسه. بله مقدس است براتون. آقای موجی چند دفعه اهانت کردیم، باید حواستون باشه. آقا گرامی آقا محسن شما این کتاب را مقدس میشمارید یا نه؟ این کتاب برای تقدیس کساییه که روح القدس درشون ساکن میشه و عهد جدید میان در عهد جدید با فیض خون مسیح. این دروغه، این حرفتان دروغه آقا محسن عزیز. پروسه تقدیس میشه. آقا محسن عزیز این حرفتان دروغه، به خاطر این که ببینین در انجیل متی عیسی علیه السلام چی میگه. عیسی علیه السلام تورات رو تایید میکنه، تورات رو رد نمیکنه. این در تورات آمده، تورات رو رد میکنه. در کجا آمده که تورات رو رد بکنه؟ بلکه در انجیل متی. شما رد به چه معنا میگیرید؟ شما ردیه رو به چه معنا میگیرید؟ میگه که ما آمدیم، میگه نیومدیم که تورات را رد بکنم. آیا این صریح نیست؟ میگه که در ذهن خودتون هم اگه زنا کنید شما خلافکاری. یعنی چی؟ این یه ردیه بر اخلاقه. منتها به این معنی نیست که شما برید زنا کنید، به این معنیه که بیاین در حسن من قائم بشید تا از این معضل اخلاقی و گناه نجات پیدا کنید. آقا محسن یادتان هست در برنامه گذشته هم شما موضوع را مطرح کردین که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی منطق شما وقت آقا محسن منطق شما اینه که وقت دستور داده میشه جایی که امر میشه نهیه و جایی که نهیه امره. دیگه من با شما حرفی ندارم. تشکر از شما آقا محسن گرامی، فرصت را میدیم به بیننده بعدی. تشکر از شما آقا محسن، چون شما نمیخواید بحث منطقی و عقلانی کنید. ما حرف نمی‌کنم جناب استاد اگر اجازه بدین که من یک بار دیگه سوال خودم مطرح کنم. آقا محسن عزیز من فقط از شما میخوام که کمی عقلتان را به کار بندازید. اولا در انجیل متی به صورت واضح و آشکار میگه که عیسی علیه السلام میگه که نیامدم تا تورات را من منسوخ کنم، بلکه آمدم که احکام تورات رو برای مردم بگم. در کجا آمده؟ در کجای عهد جدید آمده که مثلا حضرت عیسی علیه السلام در عهد جدید آمده باشه گفته باشه که آنچه در سفر تثنیه در مورد رجم وجود داره این منسوخه؟ در کجا آمده؟ بیارین. خب کتاب مقدس پیش من هست، شما هم کتاب مقدس را بیارین نشان بدین که در فلان جا که من باز کنم برای بیننده ها نشان بدم. از جهت دیگر در خود همین کتاب مقدس در عهد قدیم میایه، در تثنیه میایه که کسی زنا بکنه رجم میشه و خودتان این نسبت دروغ را به حضرت داوود میدید. آیا داوود علیه السلام بنا به حکمی که در تثنیه و در تورات که بر موسی علیه السلام نازل شده آیا مرتکب این عمل شنیعه نعوذ بالله به تعبیر شما شده؟ آیا جرمش رجم هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اگر بود چرا نکردن این کار؟ نه، ما میگیم دروغه. جناب آقا محسن شاید نباشد، چون در برنامه گذاشتم تماس گرفتن وقت تلف نشه. استاد اگر اجازه بدید ما بریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم.
علیکم و رحمت الله. آقای عزیز و علیکم السلام و رحمت الله. درود بر من محمد صدر حسینی هستم. محمد حسینی. آقا بله خدمت شما فرمودید که شما خیلی تعجب میکنید از اینکه مردم به این آگاه نیستن و مردم 99% قرآن نمیدونن، عقلشون همه چی دست بسا روحانیت دست و ما تینی رو داریم تبعیت میکنیم که نمیشنست. بعد هم خود قرآن هم آیات شما بخونید. آقا بگذارین، شما قرآن را بگذارین. این حرفایی که اینجا مطرح شد شما اینو قبول دارین که به الله تعالی نسبت جهل باشه ما به عنوان مسلمان قرآن میگه و لقد اخترناهم. آقای گرامی قرآن را بگذارین کنار، قرآن را بگذارین کنار. حالا شما بیاین، شما آقا مسلمون ها یهودیان و آقای گرامی اینجا وقت بحث قرآن شد، اونجا شما بحث کنین. حالا اینجا ما میگیم موارد از وقوع، مثالهای از وقوع تحریف در تورات را ما اینجا بیان کردیم. آقا قرآن میگه ولقد اعطینا. آقا محمد حسینی شما مسلمانید یا مسیحی؟ آقا محمد باشه یا مسیحی قرآن هم بلده. شما مسلمانید یا مسیحی؟ شما اول خود من یهودیم و قرآن ما رو آقای قرآن اومده ما رو تایید کنه، میگه ولقد اعطینا بنی اسرائیل الکتاب الحکمه، یعنی چی؟ آقا محسن شما چرا از بحث فرار میکنید؟ شما یهودیین، درست است؟ یهودیین. خب گفتم از شما پرسیدم که آیا نظرتان در ارتباط به اینکه در کتاب مقدس در تورات به الله تعالی نسبت جهل و خستگی و جناب استاد اجازه بدین یک سوال از برادرم میکنن دیگه. عزیزم آقا محمد صدا رو میشنوید؟ ولقد آتینا. بسیار خوب. این ولقد آتینا صیغه مضارع هست یا صیغه ماضی؟ جواب بدید. وقتی نمیفهمید چرا همچون استدلال بیجایی میکنید؟ ما اهل قرآنیم، ما قرآن خود را بهتر میفهمیم از شما. قرآن کتاب. جواب من را بدید. صیغه ماضی یا مضارع؟ این مضارع است، خبر مضارع خبر میده. مضارع خب از آینده میگه، خبر نمیده، خبر نمیشه. وقتی مضارع شد خبر نمیشه. آقا شما قرآن قبول داری یا نداری؟ بابا جان من از شما میپرسم، میخوام به نتیجه برسین. آتینا مضارع هست یا ماضی؟ نمیفهمم. شما در صدد چیز، شما چی میخواین؟ چه هدفی دارین؟ هدفتان چیه؟ همونجور که شما میگی. هدفتان تلف کردن وقت، درست است؟ نیست. میخوام ازت سود ببریم. آقای گرامی، آقا محمد حسینی، اگر هدفتان تلف کردن وقت است، اینجا حرف جداست. تلف کردن آگاه شدنه. چی شدن؟ شما آگاه شدن از شما میپرسم که صیغه مضارع است یا صیغه ماضی؟ ولقد آتینا صیغه مضارع است یا ماضی؟ ببین آخوندهای ما هم به خاطر اینکه پیچیدگی آخوندهای شما کی است؟ شما ما خوندی. متشکرم آقا محمد حسینی، چون شما میخواید وقت را تلف کنید. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم. آقای گرامی شما روی خط هستین. خب فکر کنم قطع شد. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. الو. و علیکم السلام و رحمت الله. مسیحی بودم قبلا، تازه مسلمان شدم. نام شما؟ موسی. بفرمایید آقا موسی. از مشهد. بفرمایید. من موقعی که مسیحی بودم شیعیان میگفتن این نجس ارمنی کثیفه. حالا که مسلمان شدم میگن این وهابی نجس بازم. در حقم ظلم میکنن.
خب خداوند خیلی جنایت کردن. ظلم و ستم. رفتم دفتر امام جمعه گفتم اگه دین شما بر حقه بیا توضیح بده تا من شیعه بشم، ولی توضیح نداد. واقعا آقا موسی گرامی واقعا. دو بارم رفتم حرم امام رضا به شیخای تو حرم گفتم من سنی شدم، وهابی نیستم. اگه خب البته وهابیت ما بارها تکرار کردیم که وهابیت یک لقب و یک صفت و یک ابزار و وسیله است که آخوندا برای زدن اسلام استفاده میکنن، برای اسلام ستیزی. بله. من موقعی که با یک شیخ بحث کردم، بعد ما گفت عیسی مسیح شرکه، بگوی یا مسیح گفتن شرکه. گفتم اگه یا مسیح گفتن شرکه یا حسین هم شرکه. بعد گفت نه یا مسیح شرکه کفر، یا حسین توحیده. بعد این حرف گفتم گفت تو وهابی نجسی. خب وقتی که قافیه میگم به تنگ آید آدم به جنگ آید، اینا منطق ندارن، دلیل ندارن. تشکر آقا موسی گرامی از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما وصل هستین، بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستین بیننده گرامی. بیننده گرامی سلام علیکم، شما روی خط هستین. خب از اینکه اگر آخرین بیننده را میگیریم، اگر پشت خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. میشه از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنین؟ شما وصل هستین، بفرمایید. آقای گرامی صدای گیرنده و تلویزیونتان کاملا ببندین، چون وقت ما خیلی کم است. خب میریم سراغ آخرین بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی عاجل چون وقت ما رو به پایان است. بفرمایید بیننده گرامی. بله، ضمن سپاس و سلام برای شما و استاد محترم. می‌خواستم بگم که خود از اینا هم در دین خود در کتاب خود شک دارن. در حقیقت ما با یک چند دانه از این مواجه شدم. در شهر اوکراین حدیث ما زندگی میکنم. ما فقط از اینا یک سوال داشتم. ما گفتم در اثبات کتاب مقدس فقط شما یک کتاب نه، یک صفحه نه، یک ورق نه، فقط یک جمله، یک کلمه از کتاب اصلی تا به زبان اصلی یا عبری یا عربی یا هر چیزی که از برای من نشان بدین که ما میخوایم ایسوی شم. خب این قسم سوال برایشان گفتم. اینا در حقیقت زمانی که وضع میکنن خودشان با مو الفاظ با مو وضعی که میکنن خودشان بالای خود شک دارن در حقیقت. اما یا عادت است یا طبق همون مصلحت‌های شخصی و یا اقتصادی و یا سیاسی هستن اینا آواز میکنن در حقیقت. و یک خواهش دیگه از شما داشتم که با اهل منطق اگر امکان داره شما صحبت کنین، از خاص افرادی که وقت ضایع میکنن. من فکر میکنم اهل منطق هم نیستن، زیاد کردن وقت متاسفانه خود ادعا میکنن که اهل منطق هستن و صحبت میکنن، اما دیدیم که وقت تلف کردن، ما هم مجبور شدیم صداشون رو قطع کنیم. بله ما متوجه شدم که دوست عزیز ما اهل منطق صحبت نشنیدن است، صحبت کردن است، فقط ضیاع وقت. تشکر از برنامه شما استاد. تشکر برادر گرامی. البته بیننده های پشت خط هستن و چون ما در دقایق پایانی قرار داریم، استاد عبدالرحمن فاتحی هم فکر کنم حرف دارن در پایان. استاد من می‌خواستم فقط آقا محسن همون چیزی که گفته بودن اینجا اگر دوستان داشته باشن، اینجا انجیل متی هست. بله، انجیل متی هست باب 5 میگه که گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و انجام رسانم. این یک نکته. در باره زنا در اینجا میه در تثنیه، یعنی در تورات. بله. عیسی علیه السلام چی گفت که من نیامدم که تورات منسوخ بکنم. باب 22 تثنیه میه در اینجا میگه اگر مردی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار دیده شود، هم آن مرد و هم آن زن باید کشته شوند. این واضحه دیگه، این تناقض واقعا وجود داره. اما در مورد این کسی که خودش را محمد حسینی معرفی کرد، بابا چون وقتی شما نمیفهمید که آتینا ماضی هست یا مضارع، شما به جای خود
خودتان بنشینید. ما بهتر به قرآن خود را آشنا هستیم، بهتر قرآن خود را میشناسیم. شما قبل از اینکه در مورد قرآن صحبت کنید بیایید این مصیبت را برای ما حل کنید، این معما را برای ما حل کنید. استاد گرامی مثل که بیننده عزیز گفت اینا خودشون شک دارن. بله جناب استاد، این نمیتونه. ما از تورات صحبت میکنیم، بیا از قرآن هم صحبت کن، آزادی. ما الحمدلله آماده هستیم برای از اینکه در مورد قرآن و اثبات قرآن خود صحبت بکنیم، اما تو بیا از تورات خود صحبت کن. باز هم که اگر از قرآن صحبت میکنیم مثل ما توضیح بدی، بگو این ماضی است یا مضارع. اگر گفتیم ماضی است خب مشکل حل است. اگر گفتیم مضارع است خب بیا ثابت بکن که کجاش مضارع هست. تو یعنی این آمد از این آیه 16 سوره جاثیه میخواست که یک چیزی را برای ما به خورد ما بده که بله ما بر حق هستیم بر اساس قرآن شما. بابا جان این اصلا این ربطی نداره این موضوع جناب استاد، این ربطی نداره این آیه به شما. استاد عبدالرحمن فاتح، وقت ما به پایان رسید. از شما جان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتن و بیننده هایی که پشت خط منتظر هستند تا همین لحظه. به نسبت ضیقی وقت نتانستیم تماس هایشان را دریافت کنیم. و البته استاد یک نکته که میخواستم در آخر یادآور شم، یعنی ما تعجب نمی کنیم امروز وقت آمار سرسام‌آور انتشار اسلام در غرب به گوش میرسه، پس جای تعجب نیست وقتی اینها هیچ چیز ندارن اصلا، نه دلیلی است، نه منطقی است، نه عقلی است، نه خردی است، هیچ چیز هم نیست دیگه. عادی یعنی اسلام منتشر میشه وقتی یک فرد خالی و ذهن باشه، دینش یا کتابش مملو از خرافات باشه، بخوایم نخوایم دین را میپذیره، دنبال حق است. خب بینندگان عزیز و گرامی، وقتی ما در این دقایق به پایان رسید. انشاءالله در قسمت آینده این برنامه به برخی از عبادات و شعائر مسیحا خواهیم پرداخت. تا آن زمان لحظه همه شما سروران و گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. الله فیکم.